نقطه به طول C از دامنه تابع رو نقطه بحرانی تابع میگیم هرگاه مشتق تابع در اون نقطه مساوی 0 باشه و یا مشتق تابع در اون نقطه موجود نباشه. نقطه ای از دامنه که مشتق اونجا 0 بشه یا اصلا مشتق نداشته باشیم رو بهش میگن نقطه بحرانی. اینکه مشتق مساوی 0 بشود یعنی خط مماس در نقطه C موازی محور X هاست. اصطلاحاً میگیم مماس افقی داریم. اینکه F پریم C موجود نباشه این یعنی چی؟ یعنی تابع F در نقطه C پیوسته نیست یا پیوسته هست ولی شکستگی داره یا مماس قائم داره ولی مشتق ندارد. پس چی شد؟ جاهایی که مشتق 0 بشه اون نقاط میشن نقاط بحرانی. جاهایی که مشتق وجود نداشته باشه اون نقاط هم میشن نقاط بحرانی. حالا کجاها مشتق وجود نداره؟ یا تابع پیوسته نیست اونجا، یا نمودارمون شکسته است در اون نقطه، یا مماس قائم داریم. اینا میشن نقاط بحرانی برای تابع. به این نمودار دقت کنید بچه‌ها. تمام نقاطی که روی این نمودار مشخص شده همشون نقطه بحرانیه. نقاط بحرانی نقاطی هستند که یا اونجا باید مشتق 0 بشه یا اصلا توی اون نقطه نباید مشتق داشته باشیم. نقطه x1 رو نگاه بکنید، ابتدای بازه است. میدونید که ابتدا و انتهای یک بازه جزو نقاطی هستن که مشتق وجود نداره اونجا چون مشکل پیوستگی داریم. بنابراین x1 میشه نقطه بحرانی. چرا؟ چون مشتق وجود نداره. توی x2 نگاه بکنید، توی x2 ما مشتق داریم ولی اگر مشتق رو حساب بکنیم مشتق 0. از کجا میفهمم که مشتق 0؟ روی نمودار وقتی خط مماس رو رسم میکنم مماس افقی دارم و شیب این خط مماس که همون مشتق هست برابر با 0 هست. بنابراین x2 هم میشه نقطه بحرانی. چرا بحرانیه؟ چون مشتق توی این نقطه برابر با 0. نقطه x3 رو نگاه بکنید، تابع اصلا تو نقطه x پیوسته نیست و چون پیوسته نیست پس مشتق ندارد و اگر نقطه‌ای مشتق نداشته باشه تابع توی اون نقطه میشه نقطه بحرانی. بنابراین x3 هم نقطه بحرانیه. چرا؟ چون مشتق وجود نداره. x4 رو نگاه بکنید، توی x4 تابع پیوسته است ولی بازم مشتق نداریم. چرا مشتق نداریم؟ چون خط مماسمون مماس قائم هست. میدونیم که اگر مماس قائم داشته باشیم یعنی مشتق نامتناهیه پس وجود نداره. بنابراین تو نقطه x4 هم به خاطر اینکه مشتق نداریم نقطه بحرانی خواهد بود. x5 رو نگاه بکنیم، توی x5 ما خط مماس اگه رسم بکنیم مماسمون یه مماس افقی میشه. مماس افقی شیبش برابر 0 و شیب هم یعنی مشتق. پس در نقطه x5 مشتق برابر 0 و هر نقطه‌ای که اونجا مشتق برابر 0 باشه نقطه بحرانی به حساب میاد. در نقطه x6 مشتق نداریم. چرا؟ چون نمودار اصطلاحاً شکسته شده. چون زمانی که نیم مماس ها رو رسم میکنم
این نیم مماس ها در یک راستا قرار نمیگیرن، یعنی خط مماس نداریم. بنابراین در نقطه x6 مشتق وجود نداره. توی نقطه x7 هم همین اتفاق افتاده. نیم مماس چپ و راست در یک راستا قرار نمیگیرن. پس تو نقطه x7 هم ما مشتق نداریم، در نتیجه نقطه بحرانی به حساب میاد. فاصله x7 تا x8 رو نگاه بکنید. در تمام نقاطی که تو فاصله x7 تا x8 هستند، شما اگر مماس توی این نقاط رسم بکنید، مماستون افقیه، یعنی مشتق در تمام این نقاط برابر صفره. بنابراین هر نقطه‌ای که تو بازه x7 تا x8 هست هم جزو نقاط بحرانی به حساب میاد. چرا؟ چون مشتق توی این نقاط برابر با صفره. در خود نقطه x8 تابع پیوسته نیست، بنابراین جزو نقاط بحرانی به حساب میاد. توی نقطه x9 توی نقطه x9 هم ما خط مماس افقی داریم، بنابراین نقطه x9 هم جزو نقاط بحرانی به حساب میاد. توی x10 چی؟ توی x10 هم اگه دقت بکنید مشتق نداریم. چرا؟ چون مماسمون مماس قائمه، بنابراین مشتق نامتناهیه، یعنی مشتق وجود ندارد. پس نقطه x10 هم نقطه بحرانی، نقطه x11 هم که انتهای نمودارمون هست و مشتق اینجا وجود نداره. بنابراین تمام این نقاطی که اینجا میبینید، یعنی این 11 نقطه و بیشمار نقطه‌ای که تو فاصله x7 تا x8 هستن، همه اینها میشن نقاط بحرانی. پس نقطه به طول x1، به طول x2، به طول x3، تمام نقاط به طول x1 تا x11 و همچنین تمام نقاط تو فاصله x7 تا x8 همشون میشن نقاط بحرانی. پس نقطه بحرانی نقطه ایه که یا اصلا مشتق نداریم اونجا، یا اگر توی اون نقطه مشتق داریم، مشتقمون باید حتما افقی صفر باشه، یعنی مماسمون افقی باشه. از لحاظ نموداری کجاها دنبال نقطه بحرانی میگردیم؟ 1. جایی که مماس افقی داشته باشیم. 2. جایی که مماس قائم داشته باشیم. 3. جایی که اصلا مماس نداشته باشیم. پس از لحاظ هندسی تو نقطه بحرانی یا نمیشه مماس رسم کرد، یا اگرم مماس رسم کنیم مماسمون افقی یا قائمه. این نقاط میشن نقاط بحرانی. این نموداری که اینجا رسم کردم بیشمار نقطه بحرانی داره. چرا بیشمار شد؟ به خاطر مجموع نقاطی که تو فاصله x7 تا x8 هستن. حالا برای پیدا کردن نقاط بحرانی از روی ضابطه تابع چیکار میکنیم؟ تو مرحله اول دامنه تابع رو مشخص میکنیم. تابعمون یک تابع درجه 3 هست، بنابراین دامنش میشه همه اعداد حقیقی. حالا میایم از تابع مشتق میگیریم. f پریم x مساوی 0. f پریم x رو تشکیل میدیم، میشه 3x به توان 2 منهای 4x به اضافه 1. حالا میایم مشتق رو مساوی 0 میذاریم. چرا؟ چون یک گروه از نقاط بحرانی ما نقاطی هستند که مشتق رو 0 میکنن. ریشش رو پیدا میکنیم. 3x2 منهای 4x به اضافه 1 مساوی 0. خب الان این معادله درجه 2 ما جمع ضرائبش برابر با 0. پس یکی از ریشه هاش میشه 1، یکی از ریشه هاش هم میشه 30 اوم، یعنی 1/3.
ریشه هایی که پیدا کردیم اگر توی دامنه تابع باشه میشه نقطه بحرانی. الان جفتشون نقطه بحرانی به حساب میان. بعد چی کار میکنیم؟ اگر مشتقمون به شکل کسر بود، مخرج کسر رو هم مساوی صفر میذاشتیم و ریشه های مخرج هم به شرطی که تو دامنه باشن میشدن نقاط بحرانی. و در نهایت باید نقاط مشتق ناپذیر رو پیدا بکنیم. چون گفتیم نقاط بحرانی دو دستن. یه دسته اونایی که مشتق رو صفر میکنن، یه دسته اونایی که اصلا مشتق نداریم اونجا. توی این تابع 1 و 1/3 مشتق رو صفر میکنن. حالا کجاها مشتق نداریم؟ چون تابع F چند جمله ایه، پس در تمام نقاط دامنه مشتق پذیره. یعنی نقطه مشتق ناپذیری نداریم. پس مجموعه نقاط بحرانی میشه همین دوتا نقطه‌ای که پیدا کردیم، 1 و 1/3. این میشه مجموعه نقاط بحرانی این تابع درجه 3.